به انگلیسی از 1 تا 10 بشمر. خب اینو که بلدم، بذار بگم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 هم که میشه 11. 12 هم که میشه 12. تازه بذار 13 هم بگم میشه 30. نه اشتباهه. ببین 1 تا 12 رو که درست گفتی، ولی 13 تا 19 همون 3 تا 9 هستش که آخرش یک تین اضافه میکنیم. حالا تو بگو 16 چی میشه؟ 16. آفرین درست گفتی. حالا 20 تا 90 همون 2 تا 9 هستش که آخرش یک تی اضافه میکنی. حالا 60 رو بهم بگو چی میشه؟ 60. آفرین. حالا 66 رو بگو چی میشه؟ 66. اصلا من این اعداد رو مثل آب خوردن یاد گرفتم. حالا میتونی یه کار کنی جمله سازی هم تقویت بشه؟ ببین اگه میخوای جمله سازی راه بیفته و زبان انگلیسی رو یاد بگیری، یک وبینار رایگان قراره برگزار کنم که توی این وبینار قراره متد SLA رو بهت یاد بدم که باهاش میتونی توی 3 ماه هر زبانی رو یاد بگیری. اگر میخوای توی این وبینار شرکت کنی، فقط کافیه کلمه وبینار رو برام کامنت کنی.